در دوره صاحب استقلالی کشور عزیزمان ساحه معارف زینه به زینه پیشرفت ایستاده است و همچون یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک به حساب می‌رود و در اساس تلاش و دستورهای اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشورمان محترم امام‌الله رحمان این ساحه پیشرفت ایستاده است. در جمهوری تاجیکستان در دوره صاحب استقلالی بسیار مکتب‌ها با مانند مکتب‌های پرزیدنتی، مکتب‌های بین‌المللی، بناهای مکتب‌های عالی از آن جمله مکتب‌های میانه ساخته شدند که این به پیشروی این ساحه و صفتا بهتر شدن تعلیم و تربیت نسل نورس آورده می‌رساند. از آن جمله در شهر اسفره 84 مؤسسه تحصیلات عمومی دولتی و یک مؤسسه تحصیلات عمومی خصوصی موجود بوده. در آن 48900 نفر خوانندگان تحصیل کرده ایستاده‌اند. اینچنین در شهر اسفره 30 مؤسسه تحصیلات تا مکتبی که 27 تای آن به تابعیت ریاست معارف و 3 به تابعیت کارخانه و اداره ها تعلق دارد. دستاوردهای ساحه معارف اسفره خیلی زیادند. مثلا خوانندگان شهر اسفره در المپیاد بین المللی که در دولت هندوستان برگزار گردید خواننده صنف 8 از روی برنامه صنف 11 اشتراک نموده صاحب جای اول و مدال طلا گشت. اشتراک خوانندگان در دور جمهوری المپیاد مکتب بچگان در سال خوانش 2018-19 گفتم ممکن است در ولایت جای دوم هستیم. برای آنکه 34 نفر خوانندگان شهر اسفره صاحب مدال‌های طلا، نقره، برنجی گردید. جواباً به غمخوری‌های سرور دولت، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت تاجیکستان محترم امام‌الله رحمان، ما معارفچیان شهر اسفره حرکت می‌کنیم، کوشش می‌کنیم که خوانندگان را در روحیه احترام به وطن دوستی، صداقت به این کشور عزیز، بلند برداشتن سطح دانش خوانندگان، مخصوصاً به فن‌های زبان روسی، انگلیسی، آموزش تکنولوژی معاصر تربیت نموده. آینده این خوانندگان باید این دولت صاحب استقلال، این دولت خیلی ترقی کرده، این دولت خیلی زیبا را معرفی نمایند. در شهر اسفره از طرف مردم مهنت قرین شهر اسفره بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان کارهای آبادانی سازندگی با مرام ادامه دارد و مردم روحیه ادامه دارند، زیرا استقلالیت دولتی برای مردم تاجیک از جمله مردم اسفره سنه خیلی مبارک است، سنه تقدیرساز است و این جشن خیلی بزرگ و فیروز را با مهنت صافدلانه، با مهنت ضربدار هر یک شهروند شهر اسفره میخواهد با سهم ارزنده خود تجلیل نماید. از جمله در این سمت فیلیال دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان، استادان، آموزگاران و دانشجویان این درگاه با مهنت صافدلانه برای بلند برداشتن سطح صفت تعلیم و تربیت در دانشگاه و خوانش خوب و اعلی و رفتار نمونوی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را میخواهند تجلیل نمایند. نگفته نماند که در ردیف سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت محترم امام‌علی رحمان در شهر اسفره مؤسسه تحصیلات عالی در گوشه زیبا منظر شهر اسفره سال 2012 با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان تأسیس داده شده است و محض با اون خاطر این مکتب عالی در شهر اسفره تجلیل نموده شده است که بیشتر در دانشگاه دختران فراگیر باشند و در این دانشگاه 70% دانشجویان را دختران محلی تشکیل می نمایند. آنها در سمت 11 اختصاص دانش اندوخته ایستاده اند. امسال فیلیال دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان در شهر اسفره تصمیم گرفته است که با اختراع‌های نوی اختراعکاران جوان، عالمان جوان با تجلیل 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان سهم ارزنده خویش را گذارد. باید قید نماییم که دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در فعالیت هر روزه ما آموزگاران و دانشجویان احساس کرده می شود. برای 60% دانشجویان ما از حساب بودجه جمهوری تاجیکستان تحصیل می نمایند و
اکثرا دانشجویان چقدر که گفتیم دختران می باشند و کوشش می نماییم که با کارخانه های صنعتی که در شهر اسفر و ولایت سوخت فعالیت می نمایند همکاری را دوام داده ختم کنندگان خود را صاحب جای کار نماییم. قدم مبارکی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالله رحمان رو بی صبرانه انتظار بودیم و شکرانه میکنیم که به این روز سعید رسیدیم و کارهای آبادانی که به شرافت تشریف پرزیدنت به شهر ما دایر شدند و دایر شده ایستادند گواهی از آن میدهد که اسفر نیز در قطار دیگر گوشهای جمهوری تاجیکستان در حال رشد قرار دارد و این چیز دلیل از آن دارد که مردم اسفر سیاست خردمندانه پیشوای ملت را دستگیری نموده حصه خود را سهم خود را در پیشبرد ساحه‌های گوناگون و مختلف خوشگی خلق اسفر گذاشته ایستاده است. دور نمیرویم محض توسط و به شرافت سفرهای قبلی پیشوای ملت ما محترم امامالله رحمان در اسفر یک چند ورزشگاه‌های کلان بنیاد گردیدند. ده‌ها ورزشگاه‌های خرد از طرف صاحبکاران برای استفاده به اهالی پیشنهاد کرده شد. همچنین مرکزهای زیاد خدمت رسانی رفزنی یکانه برای مراجعت شهروندان بنیاد گردید و امروزها نیز کارهای سازندگی و بنیادکاری ادامه یافته ایستادند. دور نمیرویم باید بگویم که در جماعت دیهات چارکو بنیاد و منفر شدن زیاده از 21 کیلومتر راههای داخل دیه که با سهمگذاری خود اهالی در جماعت دیهات وارخ بیش از 12 کیلومتر منفرش گردیدن راهها یا که نصب پرچم در جماعت‌های دیهات وارخ و اینچنین در خود مرکز شهر دلیل از آن دارد که آن امکانات هایی که در دوران شوروی نبودند محض به طفیل استقلالیت دولتی محض به طفیل سیاسی خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامالله رحمان به ما فراهم آورد و باوری دارم که این نقطه آخران نیست و این نقطه نهایی مردم اسفر نیست بلکه اسفر و اسفرگیان مین نیز به کارهای سازندگی و آبادکاری ادامه خواهند داد و گوشه اسفر را یعنی دیار اسفر را به یکی از گوشه‌های بیشتوسا و واقعا هم دیدنی جمهوری تاجیکستان تبدیل خواهند داد. ما مردم اسفر فخر از آن داریم که سرزمین عزیزی ما اسفره باستانی ما امروزها باعث صدهای افتخار گشته است و گلگون شکوفان گشته است. برای ما باعث افتخار است که هر یک شخص میتواند در شهر آزادانه خواه روزانه خواه شبانه سیر و گشت نماید. اسفر یکی از مکانهای سیاحی است چنانه که امسال سالی رشد سیاحی است. هر یک شخص میتواند که آمده همچون سیاح یا همچون شهروند میتواند در اسفر سیر و گشت نماید. از فرصتی مناسب استفاده برده میخواهم میnnتداری خودم را به پیشوای معظم ملتمان بیان نمایم زیرا محض همان شخص هستند که اسفره ما امروزها چنین آباد و زیبا گلگون شکوفان گشته است و میخواهم از ایجادیاتم بهر پیشوای ملتمان که چنین صلح را بر مملکت ما آوردند پارچه شعر قرائت نمایم. پیشوای ما مهربان هم بهترین سخندان مثل پدر گشته است برای ما بچگان. از جنگ باز داشته خلق را دوستی آورده بر ما در آبادی کشور مانده نشوند اصلا. پیشوای ما مهربان هم بهترین سخندان با عمل نیکویش خلق تاجیک در امان. اسفر در حقیقت تاریخ خیلی بوی قدیمه دارد. هنوز از عصرهای 4 و 6 میلادی توجه عالمیان سیاحان به اسفر همچون مکان سیاحی جلب گردیده است. وجود داشتن یادگاری‌های تاریخی، موضع‌های سیاحی تماشاباب فرهنگی، آب و هوای شفابخش، میوه‌های شادبار اسفر باعث گشته است که سیاحان دقت سیاحان را به اسفر همچون مکان سیاحی جلب نموده باشد. در دوران صاحب استقلالی باشد هر یک گوشه یا هر یک کنار تاجیکستان آباد و زیبا گشته ایستاده است، یک مکان سیاحی گردیده ایستاده است. ما خطا نمیکنیم گوییم که اگر هر یک وجب تاجیکستان این یک موضع سیاحی است. در خود شهر و دیهات اسفر باشد اگر امروزها بیش از 156 یادگاری های تاریخی بیش از 50 تا 55 عدد مکان‌هایی هستند که در حقیقت یک تاریخی بای دارند و سیاحان داخلی و خارجی از آنها دیده میکنند. تنها در سال 2019
اگر بینگریم اگر در با جنبستی نیم ساله اول نشاندادها چنین معاین میکنند که بیش از 22500 نفر سیاحان از اسفره دیدن نمودند که اینها از اینها 1570 نفرشان سیاحان خارجی میباشند. پیام سرور دولت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را اسفرگی ها خوب درک کرده کاربری کرده ایستادند. زیرا در پیامشان پیشوای معظم ملت سال 2018 را سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی و بعداً من در این پیام سالهای 2019 2021 را سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی اعلان کردند که ساکنان با یک صمیمیت با یک خرسندی زیاد از این اعلان گشتن چنین سالها با پرگی از کوچه خود از محل خود از خانه خود شروع کرده آبادکاری ها خیلی در سطح بلند ادامه دارد. شکرانه از آن میکنیم که امروز جناب عالی محترم پیشوای ملت به شهر عزیز ما تشریف آوردند. قدم های آن کس نور و سخا فیض و برکت خود را دارد. هر قدم آن کس در تاجیکستان عزیز آبادی و سازندگی است. امروز شهر اسفره به شهر گلگردان تبدیل یافته است. بناهای آباد، راههای آباد، بناهای زمانوی، مکتبهای زمانوی این از قدمهای مبارک پیشوای ملت است. مردم شهر اسفره جناب عالی را با عزم و اراده قوی، مهنت ثباتکارانه پیشواز گرفتند و باوری کامل دارم که با مردم شهر اسفره برای استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان عزم و کوشش میکنند و با یک مهنت پرارزش خود با سازندگی و آبادکاری ها این جشن را پیشواز میگیرند.